سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم آموزش اینو بدیم که چطور در کامپیوتر یا لپتاپ فیلمی ضبط کنیم. داخل مرورگر خودمون میشیم و سرچ میکنیم دانلود اسکرین رکوردر ویندوز و وارد اولین سایت میشیم. صبر میکنیم که بالا بیاد و میریم سمت باکس های دانلود. یا فایل مورد نظر خودتون رو دانلود کنید و این پسورد رو حتما کپی کنید. بعد من همه این کارا رو قبلا انجام دادم دیگه، لازم نیست دانلود کنم. وارد فایل دانلود خودم میشم و فایلی که دانلود کردم پیدا میکنم. کلیک راست کنید و رو استخراج کلیک کنید. صبر میکنید که بیاد. بعد اینجا این پسورد رو پیست کنید اینجا، بعد اوکی رو بزنید. بعد من همه این کارا رو قبلا انجام دادم. وارد همون پوشی که استخراج کرده میشیم. بعد این برنامه است که باید نصب کنید. اگه خوش